سلام دوستان، میخوایم امروز دستگاه استارمکس 150 رو یا مثلا 150 آلفا یا 150 معمولی یا 50 یا 60 کسایی که دارن میتونن آپدیت کنن منوشو به منوی جدید از این منوی قدیمی اگه خسته شدن و ظاهرشون براشون خسته کننده است، میتونن اینو تعویض کنن به جدیدترین منو که خیلی شیک و زیبا هم است و خیلی کاربردی تر هم هست از این. بعد دستگاهی خیلی قدیمی که قسمت آپدیت و بروزرسانی ندارن، متاسفانه نمیشه مستقیم از روی خود دستگاه دانلود کرد. بعضی از ورژن دستگاه آپدیت ها داره این یک گزینه اینجا اضافه تر است که میتونید به سرور خود دستگاه وصل شید و از طریق اون توی قسمت تنظیمات وای فای داره، میتونید از طریق اون وصل شید و از طریق خود دستگاه آپدیتش کنید، بود بهش اینترنت وصل کنید. یا اینکه به یک راه راحت تر این که داخل تلگرام گزینه استارمکس رو تو قسمت ضربین جستجو کنید، کانال اصلیش پیدا میشه. دقیقاً سعی کنید دقت داشته باشید که مدل دستگاهتون دقیقاً با مدلی که از اونجا دانلود میکنید یکی باشه. با یه دستگاه وسیله OTG اینو میذارید روی دستگاه فلش که من اینو قبلا تهیه کردم و ریختم داخلش و دستگاه وصل میکنید. فلش که نرم افزار ریختم داخلش وصل میکنید، میریم داخل منوی دستگاه، کلید منو رو میزنید، میان داخل USB. من به خاطر که گمش نکنم فایلشو یه فولدر جدید ایجاد کردم، تو اون فولدر گذاشتم. پسوند فایل آپدیتش هم بینه. دقت کنید زمانی که آپدیت میکنید دستگاهتون رو، برق دستگاهتون قطع نشه، خاموشش نکنید تحت هیچ شرایطی، چون زمانی که آپدیت میکنه یا داره از نرم افزار از روی فلش میخونه، اگر دستگاه خاموش بشه به هیچ عنوان روشن نمیشه. دستگاهتون باز نیاز داره بره تعمیرگاه که به صورت سخت افزاری فلش بخوره. پس دقت کنید زمانی این کار رو انجام بدید که مطمئن باشید برق قطع نمیشه و فلشتون هم بهتره فلش خیلی خوبه باشه، مثلا وسط کار قطعی چیزی ایجاد نکنه، چون موقع آپدیت کردن این اتفاق اگر بیفته دستگاه دیگه روشن نمیشه. پس دقت کنید، اینو برای بار چندم میگم. میزنه آیا نرم افزارتون میخواد تغییر پیدا کنه. بازم میگم اون قسمتی که اسم دستگاه رو نوشته بازم با دستگاهتون چک کنید، یکی که اشتباه فایل فلش رو نریزید، دومی که برق هیچ وقت قطع نشه. به رسانی میکنید، بله میزنید، صبر میکنید. این مثلا 5 دقیقه 5 دقیقه نه 2 دقیقه 3 دقیقه طول میکشه. باید حوصله کنید و دستگاه هم نوشته خاموش نکنید، فلش هم نکشید تحت هیچ شرایطی. یعنی فلش رو موقعی که آپدیت میکنه بکشید، دستگاهتون کلا سخت افزاری پاک میشه. صبر میکنیم این فایل رو دانلود میکنه. و یه چیز خیلی مهم، قبل از اینکه این کار رو انجام بدید حتما یک بکاپ از روی دستگاهتون بگیرید. تو همون قسمت فلش که برید، رنگای پایین زرد نوشته بارگذاری، دکمه زرد رو که بزنید تو قسمت فلش، بارگذاری از روی دستگاه روی فلش، نرم افزارش رو و کانالاتون رو بکاپ بگیرید، برای که دوباره واسه کانال چینی نخواهید میکنید اذیت نشین. باید بکاپ بگیرید ازش برای یه روز مبادی، حالا دوست داشتید برگردین به اون قدیمی، میتونید از این بکاپ بگیرید توی فولدر دیگه تو فلشتون، تو همین فلشی که وصل کردید ذخیره کنید. حتما بکاپ بگیرید، اینم یادم. بعد و اون بکاپتون رو نگه دارید. ساب میکنیم تا چیزش تموم شه، بروسنش تموم شه. من معمولا ویدیوهایی که مثلا آموزشی هست اینا اول یه بار از اول تا آخرش نگاه میکنم تا ببینم. بعضی وقتا مثلا یه نکته ریزی، یه چیزی تو ذهن آدم میرسه، در حین اینکه داره بروزرسانی میکنه یادش میاد. مثلا همین که من گفتم بکاپ گرفتن قبل نرم افزار قبل از اینکه فلش بزنید دستگاهتون رو، حتما مهمه. تمام، دستگاهتون به این صورت وقتی تموم شد میزنه این پایان. تمام، دستگاه خاموش روشن میشه. همچنین میبینید اینجوری که میبینید. صبر میکنید تا بوت بیاد بالا. این به جدید ترین نرم افزاری که از تو سایت استارمکس دانلود کردم. دستگاه من مدل 160 150 آلفا، 160 و 50 و یا 60 هم آپدیت های خودشو دارن هر دستگاه. این منوی جدیدشه. این منوی دستگاه جدیده، میبینید که خیلی شیک و زیباست. حالا چیزی که جدیدن روی آپدیت جدید قرار دادن، میتونید به دستگاهتون اینترنت بدید. از قسمت آپدیت هم به روزرسانی میاد اینجا. شما
سافت کم و دستگاهی که کارتی هستن میتونید. من خودم قبل از اینکه حالا اینو برگردونم یه بکاپی ازش گرفتم از کانالا. اون بکاپ من میخوام برگردونم تو کانالایی که قبلا روش بوده. میام روی یو اس بی، پوشه فایل چنل که قبلا بکاپ گرفته بودم میزنید داخلش، چنل رو برمیگردونید. این کانال هایی که قبلا بکاپ گرفته بودم و رو فلش حالا برمیگردم. دقیقا کانال چیده شده مرتب و رسیور ماهواره هایی هم که دارید مرتب پشت سر هم میاد. من دیتابیس و چنل رو با هم دیگه دوتاشو بکاپ گرفته بودم برگردوندم. دستگاه خاموش میشه مجدد چند دقیقه دیگه، یه حالت فریکی استوپی میخوره میاد بیرون و میبینید که همینطور که قبلا لیست ماهواره بوده همونجور چیده شده میاد. این دوتا گزینه که دوتا کاری که گفتم حتما یادتون نره که بکاپ بگیرید از قبل از اینکه دستگاهتون رو نرم افزار جدید بزنید. بکاپ گیریش هم که گفتم داخل منو میشه، روی منو یو اس بی. حالا این مدل اینه، مثلا اینجا کلید زرد نوشته بارگذاری، کلید زرد رو دستگاهتون فشار میده، بارگذاری داده ها به یو اس بی، کانال ها، اینا همه رو بکاپ بگیرید. بارگذاری این دوتای اولی مال ریختن دیتای دستگاه روی فلشه، این دوتای دومی مال بارگذاری چیزایی که روی فلش ریختیم و نه ببخشید این مال آپلود چنل لیست. میتونید مثلا آره دیگه چنل لیستی که تو دستگاه دارید و با اون اسمی که دوست دارید ذخیره میکنید و آخرین کانال چینی که داشتید رو میتونید اضافه کنید بهش به دستگاهتون. ممنونم که ویدیو رو نگاه کردید. بنوی خیلی قشنگ و بروزی داره، دمای هوا رو داخلش داره. بعد اینجا شما میتونید تنظیمات اینترنتی، حالا تلویزیون اینترنتی یا پلیر آلفا که میتونید از طریق اینترنت کانال ماهواره رو ببینید، ولی باید اشتراکش رو تهیه کنید. حواستون باشه اگر دستگاهتون روش اکانت داره از اکانتش هم بکاپ بگیرید. اون اکانت دستی هستش که دستی، اگر که رو سیستمی بود که میتونید از موقع پشتیبانگیری رو فلش از اکانتتون بکاپ بگیرید، اونم میتونید داشته باشید. ممنونم که ویدیو رو نگاه کردید.